سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 12 اپریل تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. گزارش های ضد و نقیض از کشته شدن فرماندهان ارشد جبهه آزادی اکمل امیری و بصیری اندرابی در جنگ با طالبان. نقشه دعوت در 10 روز اول علیه 40% اجرا شده است. زن و زنی بین زادگان قفقاز و آسیای میانه در مسکو. ستاره فوتبال تاجیک رشید رحیموف سرمربی روبین تعیین شد. یک تاجیک بدرشت به قزان رفته عاشق زنش را با شواب را تجاوز کرده است و اکنون تفصیلات خبرها. بنا به گزارش‌ها اکمل امیری و بصیری اندرابی، دو فرمانده جبهه آزادی افغانستان، یک گروهی که به ضد رژیم نو طالبان می جنگند، همراه با 6 تن دیگر از نیروهایشان در یک نبرد با نیروهای طالبان در کوه جبل السراج که در بین ولایت‌های پنجشیر و پروان جایگیر است کشته شدند. بنا به منابع اش حساب این درگیری شب دوشنبه 2 اپریل سال 2023 در نویه شتل پنجشیر رخ داده است. وزارت مدافع طالبان نیز با انتشار اطلاعیه گفت که عملیات نظامی علیه جبهه آزادی از طرف گروه 221 شهید آفتاب در سولنگ انجام شده. در نتیجه آن اکمل امیری با 8 تن از یارانش کشته شدند. در این اطلاعیه به بصیری اندرابی اشاره نشده است. همچنین طالبان درباره تلفات نیروهای خود در این درگیری چیزی نگفتند. طالبان برای دلیل عکس و یا ویدیویی را از محل درگیری نیز نشر نکردند. تنها یک عکس اکمل امیری را که در تن لباس نظامی ارتش سابق افغانستانی را دارد نشر نمودند. این فرمانده و طرفدارانش را شورشگر خواندند. در همین حال سخنگوی جبهه آزادی در گفتگو با بخش فارسی BBC گفته است که در این درگیری 28 ساعته در منطقه کوکلام سولنگ 32 عضو طالبان نیز کشته و دست کم 20 تروریست زخمی شدند. از کشته شدن بصیری اندرابی، عبدالحمد خراسانی فرمانده تاجیک طالبان که از پنجشیر است و حالا به عنوان والی نویه احمدآباد ولایت پکتیا فعالیت میکند، به سامانه فارسی نشریه بریتانیای ایندیپندنت خبر داده است. جبهه آزادی رسما کشته شدن اکمل امیری را تایید نکرده است. این گروه به BBC فارسی کشته شدن تنها بصیری اندرابی را با 3 محافظش تایید کرده است و خلاص. اما چهره‌های نزدیک به این گروه در شبکه‌های اجتماعی کشته شدن اکمل امیری را تسلیت گفتند. برخی از چهره‌های دیگر مخالف طالبان میگویند خبر کشته شدن اکمل امیری هنوز دقیق نیست، اما احمد مسعود که رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان است کشته شدن اکمل امیری را تسلیت گفته است. در بیانیه این جبهه به ضرورت هماهنگی و وحدت ملی در میان تمام نیروهای مخالف طالبان تاکید شده است. صلاح‌الدین ربانی پسر برهان‌الدین ربانی که یک حزب جمعیت اسلامی را رهبری میکند و رحمت الله نبیل رهبر استخبارات حکومت پیشین افغانستان کشته شدن فرماندهان جبهه آزادی را محکوم کردند. جبهه آزادی بعد از سقوط کابل به دست طالبان از طرف گنرال 4 ستاره‌دار حکومت جمهوری اسلامی افغانستان یاسین زیا که معاون وزیر مدافع بود، همچنین چندین مدت به عنوان رئیس ستاد ارتش یا گنشتاب اجرای وظیفه نموده است تشکیل کرده شد. کشته شدن 2 فرمانده جبهه آزادی ضربه سخت به این جبهه عنوان می شود. این نبرد اخیر از همه پرطرفدارترین جنگ برای جبهه آزادی از زمان تأسیس آن دانسته می شود. در نخستین ویدیوهای ظاهراً ابلاغ در جریان موسم بهاری دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان که روز 11 اپریل سال 2023 با دست اداره پایگاه خبری بامداد نیز رسید، لحظه‌های مجبوری دستگیر کردن و بردن 2 جوان ثبت شده است. در یک نوار دیده می شود که چند نفر لباس ملکی در تن یک جوانی را که ریش کوتاه دارد از درآمدگاه یک بنای استقامتی بسیار قبطه از دستانش داشته مجبوراً کشیده برآورده ایستادند. جوان کوشش میکند که مقاومت نشان دهد، ولی دستگیر کنندگانش که بسیاری بودند او را کشاله کنان با خود میبرند و به ماشین بار میکنند. این لحظه ها را زنان و کودکان زیاد تماشا میکنند ولی کسی دخالت نمیکند. در ویدیوی دوم راننده یک ماشین رهگذر از داخل ماشینش ثبت کرده است. دیده می شود که چند نفر لباس ملکی در تن یک جوان 30 سال دعوتی را
در یک کوچه شهر دستگیر کردند و میخواهند با خود ببرند. جوان مقاومت نشان میدهد و به او حتی میسر می شود که از دست بازداشت شدگان فرار کند، ولی آنها جوان را دنبالگیری کرده از نو دستگیری میکنند و این بار تو پیش ماشینشان آورده مجبوراً به ماشین بارش میکنند. معلوم نیست که این دو حادثه مشخصاً کی و در کجا صورت گرفته است. اداره پایگاه خبری بامداد نیز هنوز مکان و زمان این دو حادثه و از جانب کدام مقامات صورت گرفتن بازداشت‌ها را مشخص کردن نتوانسته است. در این شب و روز موسم بهاری دعوت به صف ارتش تاجیکستان ادامه دارد. این معرکه 1 اپریل آغاز یافته تا 31 می دوام میکند. امسال شهروندان سالهای تولدشان از 1996 تا 2005 به خدمت حربی جلب کرده میشوند. قبل از آغاز موسم بهاری وزیر مدافع تاجیکستان گنرال پلکونیک شیرعلی میرزا در یک جلسه از مسئولان کمیسیه‌های دعوت به خصوص از کارمندان کمیساریات‌های حربی خواستار پیشگیری از راه‌های غیر قانونی دعوت شده بود. این راه‌های غیر قانونی در تاجیکستان به نام ابلاغ معروفند. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان در سال 2 مرتبه، بهار در ماه‌های اپریل و می و تیرماه در ماه‌های اکتبر و نوامبر صورت می‌گیرد. هر سال قوه‌های مسلح تاجیکستان تقریباً به 16000 نفر سرباز احتیاج دارند، اما با اینکه در تاجیکستان تقریباً 700,000 جوانان سن و سال دعوتی به سر میبرند، کمیساریات‌های حربی در هر موسم در اجرای نقشه دعوت مشکل میکشند. ابلاغ یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیساریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن سال دعوتی را در کوچه بازارها دستگیر کرده به خدمت میفرستند. در بسیار موارد خویش و تبار جوانان ابلاغ شده تنها بعد چند روز خبر مییابند که نزدیکان گم شدهشان را به ارتش بردند. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چندین بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابلاغ که آبروی دولت را میریزاند نقطه گذارند. در مسکو زادگان منطقه قفقاز شمالی روسیه با گروهی از زادگان مهاجران آسیای میانه برای ثبت نام قلبکی زنوزنی کردند. در این باره تلگرام کانال باز خبر داد. بنا به اطلاع نشریه در جریان زنوزنی که در نزد آشخانه فکوسنای توچکا سابق مکدونالدز که در کوچه زلینادولسکیا در منطقه کوزمینکی در حوزه جنوب شرقی مسکو رخ داده است، یک شهروند ازبکستان با ضرب کارد زخمی شده است. جریان حادثه را بعض چنین تصویر کرده است: 3 نفر از ازبکستان با دوستانشان برای بررسی مسئله اجرت ثبت نام به اینجا آمدند. آنها به آدمان ناشناس اجرت ثبت نام فرمایش داده پول هم دادند، ولی ثبت نامشان قلبکی برآمده است. از این رو آنها طلب کردند که پولشان را برگردانند، ولی بحث لفظی خیلی زود به زنوزنی گروهی و کاردزنی پیچید. یک شهروند ازبکستان از شکمش زخم کارد خورد و داخل حجتخانه آشخانه فکوسنای توچکا در آمده پنهان شده است. طبیبان او را از داخل حجتخانه گرفتند، خبر داد بازه. در عموم به اطلاع این نشریه در پی این زنوزنی 15 شهروند ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و همچنین 5 زاده چچنستان، 3 نفر از داغستان و 1 زاده جمهوری کبرده و بلقار را به پلیس آوردند. از همه بیشتر در این ماجرا شهروندان ازبکستان آسیب دیدند. یکی از آنها زخم کارد خورد. نسبت به 2 نفر دیگر با اتهام می دفباشی و ویران کردن ترتیبات و ورود به روسیه پروتکل ترتیب دادند، گفته می شود در خبر. موردهای افزاینده زنوزنی‌ها بین مهاجران مایه نگرانی جدی مقامات روسیه شده است. ماه اوگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی‌ها بین مهاجران در منطقه‌های گوناگون روسیه، وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دغدغه‌وارانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی‌ها بی‌رحمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حق عبور مرز روسیه محروم می‌کنند. در پایان سال 2021 وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که علاقه بیش از 400 مهاجر را محض برای اشتراک در زنوزنی‌های عمومی از این کشور اخراج کردند. اکثر آنها را به مدت تا 40 سال از حق عبور مرزهای روسیه محروم کردند. تلگرام کانال ماش ابتش روز 12 اپریل سال 2023 درباره یک حادثه غیر عادی انتقامگیری از غایت رشک خبر داد. بنا به اطلاع این نشریه یک شهروند تاجیکستان با نام مادامید بیانوف از خیانت‌های همسرش خبر یافته به شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه آمده است و مرد عاشق زنش را پیدا کرده است و او را همراه رفیقانش به یک منزل اجاره برده اول خودش و سپس با شوابره او را تجاوز کرده است
و این همه رو ویدیو گرفته در آخر از جبر دیده در عوض در یگان جا نشر نکردن این ویدیو ثبت کردهش $10,000 امریکایی طلب کرده است. ولی این نوار در نهایت به مواد پرونده رو یافت. مادامین بایانوف رو اکنون سزای عملش بر اساس یک بار 3 ماده منتظر است. برای آدمربایی، تماجویی و حرکت‌های شهوانی زورآورانه خبر داده از کانال ماش ابتیش بنابراین منبع شهروند تاجیکستان رو علاقه دستگیر کردند. به مادامین بایانوف برای تماجویی با استفاده زورآوری بر اساس قسم 3 ماده 163 کودکس جنایتی روسیه همچون جزا از 7 تا 15 سال زندان تهدید میکند. او را برای آدمربایی بر اساس قسم 2 ماده 126 میتوانند به مهلت از 7 تا 12 سال و برای زورآوری جنسی بر اساس قسم 2 ماده 132 به مهلت از 4 تا 10 سال محکوم به زندان کنند. تفصیلات دیگر این حادثه معلوم نیست. خود مادامین بایانوف یا نزدیکانش و همین طور جبر دیده برای شرح ماجرا دسترس نیستند. شخصیت جبر دیده ظاهراً به دلایل اخلاقی آشکار کرده نشده است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. وزارت مدافع تاجیکستان روز 12 اپریل سال 2023 با نتیجه گیری 2 روز اول موسم بهاری دعوت به صف قوه‌های مسلح جمهوری خبر داد که از 1 اپریل تا امروز اجرای نقشه دعوت در کشور الکی به 40% برابر شده است. پلکانیک فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزارت مدافع گفت اولین شده الکی در روز اول دعوت بهاری یعنی 1 اپریل ولایت مختار کوهستان بدخشان از اجرای نقشه‌اش خبر داد. به اطلاع او تا امروز شهر نویای توبه مرکز جمهوری، نویه لخش، نورآباد، رشت، تاجیک‌آباد و سنگوار و شهر وحدت، شهر نوایی ولایت ختلان، نویه وخش از اجرای نقشه دعوت بهاری گزارش دادند. پلکانیک محمد علیزاده گفت تا امروز نقشه دعوت بهاری در بدخشان 100%، در شهر نویای توبه مرکز 57%، در ولایت ختلان 34%، در شهر دوشنبه 30%، در ولایت سوخت 26% اجرا شده است. در این شب و روز موسم بهاری دعوت به صف ارتش تاجیکستان ادامه دارد. این معرکه 1 اپریل آغاز یافت و تا 31 مای دوام میکند. امسال شهروندان سالهای تولدشان از 1996 تا 2005 به خدمت حربی جلب کرده میشوند. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان در سال 2 مرتبه در بهار از 1 اپریل تا 31 مای و تیر ماه از 1 اکتبر تا 30 نوامبر دوام میکند. به خدمت حربی به مهلت 2 سال جوانان از 18 تا 27 ساله دعوت کرده میشوند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابلاغ جریان میگیرد. ابلاغ یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیسریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن سال دعوتی را در کوچه بازارها دستگیر کرده به خدمت میفرستند. در بسیار مورد خویش و تبار جوانان ابلاغ شده تنها بعد چند روز خبر می‌یابند که نزدیکان گم شدهشان را به ارتش بردند. دستپرور شورتیان فوتبال تاجیک رشید رحیموف سرمربی باشگاه مشهور فوتبال روسیه روبین از شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان تعیین شده است. بنا به اطلاع رسانه‌های ورزشی روسیه قرارداد بین این باشگاه و رحیموف فعلا تا آخر موسم امسال بسته شده است، ولی در صورت به لیگ عالی فوتبال روسیه راه یافتن روبین که حالا در لیگ یکم بازی میکند و برای رخصت گرفتن به لیگ عالی مبارزه میبرد امکان تمدید قرارداد پیش بینی شده است. روبین بعد 26 دور مسابقات با 40 امتیاز در لیگ یکم در جای دوم قرار داشته از دسته بالتیکا 6 امتیاز کمتر و آلانیا و اینیسی که در جدول بعد روبین قرار دارند 3 امتیاز بیشتر دارد. جای دوم هم به روبین امکان میدهد که راه مستقیم به لیگ عالی را به دست بیارد. با این وجود باشگاه روبین روز 12 اپریل سال 2023 قراردادش با سرمربی مکنون سابق دسته یوریم اوتکولبایف را با رضایت طرفین قطع کرد. سبب این 4 بازی آخر را مساوی انجام دادن و همگی 1 گل زدن روبین شده است. روز 15 اپریل روبین با دسته شینیک از یاروسلاو وارد رقابت می شود. این نخستین بازی این دسته تحت رهبری مربی زاده تاجیکستان خواهد شد. باید یادآور شد که روبین در دوران رهبری این دسته را بر عهده داشتن مربی شورچار زاده ترکمنستان قربان بردیف یکی از باشگاه‌های پیشرفت فوتبال روسیه به شمار می‌رفت و سالهای 2008 و 2009 عنوان چمپیون روسیه، سال 2012 جام روسیه، سال 2010 و 2012 شاهجام این کشور را به دست آورده بود.
یکی از صحیفه‌های درخشان تاریخ این دسته در دوران قربان بردیف پیروزیش در بازی لیگ چمپیون‌های اروپا در ورزشگاه مشهور نو کامپ بر هیئت طلایی بارسلونا با مسی، خاوی، اینستا، پیکه، دانی آلوش و ابراهیموویچ با حساب 2-1 بود. رشید رحیموف سال 1955 در دوشنبه به دنیا آمده، 58 سال دارد. او همچون حمایتگر در هیئت دسته‌های پامیر دوشنبه، اسپارتاک مسکو، ریال والادولید اسپانیا و چند دسته استریا و همچنین در هیئت تیم‌های ملی تاجیکستان و روسیه به میدان برآمده است. رشید رحیموف همچنین سرمربی دسته‌های ادمیرا واکر، امکار پرم، لوکوموتیو مسکو، اختم گروزنی و اوفرا مشهود است. بهترین نتیجه او در لیگ اولی چمپیونات روسیه جای پنجم با دسته احمد در موسم سالهای 2016-2017 بود. آخرین دستش اوفا از پایتخت باشقردستان را رشید رحیموف سال 2021 ترک گفته بود. مخلصان تاجیک رشید رحیموف را بیشتر با هنرنمایش در هیئت طلایی پامیر دوشنبه در یاد دارند. او در پامیر نه فقط یکی از ستونهای خط حمایه بلکه لیدر غیر رسمی دسته هم به شمار می رفت. مخلصان در یاد دارند که بسیار وقت قرارها را در میدان رشید رحیموف قبول میکرد و گاه حتی برخلاف خواست مربیان هم. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 2 و 11 اپریل سال 2023 در 3 صدمه نقلیاتی در راههای جمهوری در ناحیه کوشانیان خراسان در جنوب کشور در شهر خوجند و در شمال تاجیکستان دو دوچرخه‌ران نابالغ و یک مرد 68 ساله جان دادند. از جمله 11 اپریل سال 2023 تقریبا ساعت 16:30 راننده ماشین تمغه خوندای پورتر ستارف عبدالله سال تولدش 1982 ساکن ناحیه کوشانیان هنگام حرکت در روی ماشینگرد جماعت دیواد زرگر ناحیه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخه‌ران نابالغ مخصوم نصرت الله سال تولدش 2016 ساکن امین ناحیه را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ مخصوم نصرت الله جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. این چنین 2 اپریل سال 2023 تقریبا ساعت 18:30 راننده ماشین تمغه تویوتا عبدالله نور محمد سال تولدش 1978 ساکن ناحیه قبادیان هنگام حرکت از سمت جماعت دیوت قزلقلعه به سمت ناحیه قبادیان در حدود دهه مهنت آباد ناحیه خراسان قاعده بی خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته دوچرخه‌ران نابالغ خالف شعباز سال تولدش 2005 ساکن ناحیه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ خالف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه بردن در راه به هلاکت رسیده است. همین طریق 2 اپریل سال 2023 تقریبا ساعت 16:45 راننده افت-ماشین تمغه اوپل امین جانوف یوسف جان سال تولدش 1973 ساکن ناحیه باباجان غفورов هنگام حرکت در محله اجدام شهر خوجند از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگر لطیفوف عبدالحکیم سال تولدش 1955 ساکن شهر بوستان را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر لطیفوف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راه‌های جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، از روی 197 تن دیگر مجروح شدند. به شعبه وزارت کارهای داخلی شهر ایسار عریضه مرد 28 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که 5 اپریل سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از داخل واسطه نقلیاتش تمغه مرسدس که در داخل بازار مرکزی به نظارت می ایستاد یک تلفن موبیلی تمغه سامسونگ و 10,000 سامانیش را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 31 ساله ساکن همین شهر با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. پرونده جنایتی با مورد 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت به مرد 49 ساله ساکن شهر پنجکند آغاز کرده شده است. نام برده ماه سپتامبر سال 2021 با روی فریب به باوری مرد 50 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او 75,000 سامانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. این چنین پرونده جنایتی با مورد 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 42 ساله ساکن شهر پنجکند آغاز کرده شده است. نام برده ماه نوامبر سال 2021 با روی فریب به باوری مرد 40 ساله ساکن همین شهر در آمده از او 43,000 سامانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد.
тамошобинони азизу гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи Тоҷикистон. Хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабарии Бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: www.bomdod.com. хуш бошед.